وقتی که مرده را زدند با گوشت گاو، این سوره بقره برای همین سوره گاو نامیده شد، برای اینکه قصه گاو آمده است. بعد اون آدم زنده شد، مردگی بود، اما به قتل رسوندن، به کارد زده، همه شاهد شد به مرگش. مردنی اینه که سویت زدگی باشد و موقتا دلش کار مونده، این حقیقت مرده بود. خست و گفت که قتلنی فلانی منو به قتل رسانید، گفته قاتل معین کرده بعد مرد. الله تعالی میگه که ثم قست قلوبهم، بعد همین حادثه دیدن با قلباشون زنگ زد، قلباشون یعنی ایمان آورد، بلکه این قلباشون از سنگ هم سخت است، بلکه از سنگ ها سنگایی است که از مابینش آب میبراید، بعضی سنگ ها از ترس الله تعالی میافتد. گفت بگین قلب اینها از سنگ هم سخت است، ایمان آوردن. گفت بنابراین این خیلی مردم ایمان نمی آوردگی اثبات کنیدم ایمان نمی بیارن و برای این گونه مردم دوزخ است.